هرگز بیشتر از رئیستان ندرخشید. در درخشیدن بیشتر از مافوقتان پرهیز داشته باشید. به طور کلی هر گونه برتری خواهی نفرت انگیز است و از این میان برتری طلبی رعیت بر حاکم نه تنها احمقانه بلکه کشنده است. در میل به جلب رضایت و تاثیرگذاری زیاده روی نکنید و استعدادهایتان را به رخ نکشید، وگرنه نتیجه عکس خواهید گرفت و ترس و ناامنی دیگران را بیدار خواهید کرد. همه افراد احساس ناامنی دارند. وقتی خودتان را به جهان نشان می دهید و استعدادهایتان را به نمایش می گذارید، قطعاً هیجان‌هایی مانند خشم، حسادت و دیگر عوامل بروز ناامنی را برمی‌انگیزید. میخواد بگه که وقتی خیلی خودتون رو نشون میدید و خیلی قابلیتاتون رو نشون میدید، برای بالادستی و دیگران تهدید محسوب میشید. زیاده روی نفرمایید.